قره‌باغ سرزمین آذربایجان است و ما باید با تمام قدرت تعدی و تجاوز ارمنی‌ها به قره‌باغ را محکوم کنیم و خواستار آزادی منطقه قره‌باغ از یوغ ارمنستان هستیم و باید به آذربایجان برگردد و شهادت 13 عزیز را در اونجا مسلمانان را محکوم می‌کنیم. آقای رئیس جمهور، در تبریز قول دادید که فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی ایجاد کنید، ولی نشد و قولتان در حد یک بنیاد فرهنگی هنری محدود شد. بارها تذکر دادم و باز میگویم دریاچه ارومیه داره آخرین نفسهای خود را میکشه. به داد این دریاچه برسید که دودش به چشم همه ایران خواهد رفت. مردم ایران به آن رأی دادند. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد برونگرا و درونزا، نه اقتصاد تهرانگرا یا مرکزگرا. درونگرا یعنی از امکانات بومی همه قومیت‌های کشور و استان‌های ایران به نحو احسن استفاده شود. مثلا آذربایجان هنر موسیقی و سنت‌هایش بسیار پردرآمد است، ولی هر دو مورد بیمهری مسئولین است و این مخالفت با اقتصاد مقاومتیه. اجرای اصول مترقی 15 و 19 قانون اساسی لازمه توسعه همه استان‌هاست و استفاده حاکمیت از ظرفیت همه قومیت‌ها و اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی برای این امر ضروری است. ما بر اساس اصل 19 مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشد از حقوق مساوی باید برخوردار باشند. هر استان و قومی استعدادهای خاص اقتصادی و تولیدی خود را دارد. آقای رئیس جمهور، در تبریز قول دادید که فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی ایجاد کنید، ولی نشد و قولتان در حد یک بنیاد فرهنگی هنری محدود شد. از دولت میخواهم استعدادهای آذربایجان و تبریز را نادیده نگیرند. وقتی 57 کشور اسلامی تبریز را برای سال 2018 پایتخت گردشگری جهان اسلام معرفی کردند، چرا دولت محترم به فکر پذیرایی و میزبانی در خود شأن اسلام ایران و آذربایجان از 1.5 میلیون نفر توریست در تبریز آذربایجان نیست؟ دولت بودجه کافی برای توسعه هتل‌ها و گردشگری تبریز در نظر بگیرد و برای این منظور آماده باش اعلام نماید. مقام رهبری فرمود آذربایجان سر ایران است و اما تبریز مغز آن است و باید به زبان بومی این سرزمین نیز توجه شود. از جناب آقای دکتر حداد عادل، رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی میخوام برای شکل‌گیری فرهنگستان زبان و ادبیات ترکیه هم کمک کنند و تا این زبان شیرین و سلیس و بسیار قوی با قدمت 7000 سالش به عنوان یکی از سرمایه‌های بزرگ ایران و آذربایجان تضعیف و یا از بین نرود و در به نتیجه رسیدن قول رئیس جمهور محترم کمک نمایید و اقدام گردد. آذربایجان سرزمین ادب و هنر است. روز شعر و شاعری در ایران به یاد بود استاد شهریار ماست. پروین اعتصامی و نظامی از دیار ماست. تبریز مهد دموکراسی است و در زمان مشروطیت مجاهدت ها کردند. در زمان به توپ بسته شدن مجلس اول 10 ماه تبریز به خاطر به توپ بسته شدن مجلس در تهران ایستادگی کرد و در محاصره دولت مرکزی و عین الدوله قرار گرفت و بسیاری از مردم تبریز جان خود را در این راه از دست داده و شهید شدند. پس از شکل‌گیری مجلس دوم در جلسه ششم برای تقلید از نقش مجاهدین آذربایجان در تحکیم دموکراسی در 1297 شمسی چنین مصوب کردند: جنابان ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی و دیگر مجاهدین و غیورمردان آذربایجان نخستین علت آزادی مردم ایران از یوغ استبداد هستند. و اما در رابطه با فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه بارها تذکر دادم و باز میگویم دریاچه ارومیه داره آخرین نفسهای خود را میکشه. به داد این دریاچه برسید که دودش به چشم همه ایران خواهد رفت. امروز حاشیه تبریز بزرگترین حاشیه نشینی کشور را با 450,000 نفر جمعیت دارد. یک زلزله کوچک میتواند خطرآفرین باشد و محلاتی مثل محلات ایدلو، مولا زینال، سیلاب، حیدرآباد، خلیل‌آباد، شاه‌آباد، 40 متری، 20 متری مارالان، آخر طالقانی، آنا خاتون، کوجوار و کرگه و کندرود را در واقع فاجعه‌ای در پی خواهد داشت که باید دولت بودجه بذارد و از الان جلوش را بگیره. از دولت میخوام جنایات ارمنستان را در قره‌باغ محکوم نماید. به قول مقام معظم رهبری قره‌باغ سرزمین اسلام است.
قره‌باغ سرزمین آذربایجان است و ما باید با تمام قدرت تعدی و تجاوز ارمنی‌ها به قره‌باغ را محکوم کنیم و خواستار آزادی منطقه قره‌باغ از یوغ ارمنستان هستیم و باید به آذربایجان برگردد و شهادت 13 عزیز را در اونجا مسلمانان را محکوم می‌کنیم. همچنین در خاتمه از دولت می‌خواهم نسبت به اشتغال جوانان تبریز آذربایجان فکر اساسی بکند. بیکاری به صورت خفه کننده گلوی جوانان آذربایجان را می‌فشارد. آذربایجان سرزمین نخبگان است. به داد جوانان عزیز آذربایجان برسید. اسکو بیمارستانش ضعیف، شهر صنعتیش مشکل داره، همچنین بزرگراه تبریز سهند مشکل داره. فاز 4 اسکو باید اختلافش حل بشه و همچنین آذرشهر باید به زودی به بیمارستانش برسد.